میگویند در قرن 15 کتابی شوم پیدا شد. کتابی که نه با جوهر که با خون نوشته شده بود. صفحاتش نه از کاغذ که از پوست انسان بود. این کتاب نفرین شده تنها در تاریکی مطلق قابل خواندن بود. کلماتش در نور روز پنهان می شدند، گویی از چشم جهان می گریختند. این کتاب تنها تا صفحه 666 ادامه داشت. صفحه‌ای که گفته می شد دروازهایی به دنیای دیگر است. دنیایی فراتر از درک ما. 5 نفر در طول قرنها تلاش کردند تا این کتاب را به پایان برسانند. تا به صفحه آخر برسند و راز آن را کشف کنند. اما هیچ کدام موفق نشدند. هر 5 نفر ناپدید شدند. گویی زمین آنها را بلعیده بود. هیچ اثری از آنها باقی نماند. تنها چیزی که پشت سرشان پیدا شد خود کتاب بود. بسته شده با لکه‌هایی از خون تازه بر لپی صفحاتش. خونی که معلوم نبود از کیست. افسانه میگوید هر کس به صفحه 666 برسد دروازه را باز می‌کند. اما تنها 1 نفر اجازه عبور دارد. بقیه در آستانه آن دنیا برای همیشه گم می‌شوند. سایه‌هایی در تاریکی در انتظار بازگشت کتاب.